سلام به همه. امروز یه روز خاصیه واسه ما، روز اول مدرسه رفتن پسرمون فابیان عزیزه. امروز پر از احساساتیه که نمیتونم واقعا براتون توصیف کنم. انگار همین دیروز بود که دستای کوچیکشو میگرفتم که اولین قدمشو برداره، اولین مامان گفتناشو. حالا میبینم که قدم بعدی زندگیشو برداشته و من خیلی خوشحالم. با هم بریم که آماده بشیم برای روز اول مدرسه فابیان. پسر mein Lieber. کجا؟ برو جلو. گفتش کجا؟ ganz hinten. این آخریه؟ Einser, genau. برو اونجا. بیا اینجا. بیا اینجا. امروز روز اول مدرسه رفتن پسرته. چه احساسی داری همسر؟ خیلی خوشحالم. استرس دارم. خدا من همیشه استرسی. بچه‌م میره کلاس، هم باید بیشتر کارهای بیشتری انجام بدم، بیشتر باهاش مواظب بشم. انگار همین دیروز بود که فابیان داشت راه میرفت. میلاد الان اومده مدرسه. بچه‌ها میبینیم اینجا مدرسه‌شه. میریم کلاسشون رو ببینیم. یه رسمیه که مادرها میتونن با بچه‌ها اینجاست؟ نه بعدی مادرها با بچه‌ها میتونن به عکس بگیرن یا بگیرن. کنشگاه هم که کنشگاه کجا؟ فابیان ها؟ اینجا؟ چقدر دور؟ می‌بینی؟ Oui. Abi بشینم. اینطوری قفل نمیشه و اینو کجا میشه؟ هیچ کدوم قفل نمیشه.
کلاس اولی شدنت مبارک پسر قشنگم. مرسی. پسر گلم الان چه احساسی داری؟ خوب. عالی؟ آره. خدا رو شکر. خیلی خوشحالم که داری میری کلاس اول. منم. علی. قربونت برم من. مبارکمون باشه قشنگ من. زدت بگردم چی رو به من؟ کلاس اولی شدن مبارک قشنگ ماما. آسیب مامان عروسکی. حالا کود کنید. کلاس اولی شدن مبارک خوشگلم. جشن فارغ التحصیلی تو بگیرم بابا. آخه دورش بگردم. حالا یه چیز دیگه اینو روشن کردیم. این الان دودویی هم کنید. روشن کن. من الان نمیدونم. اتویی نیست. بیا همینطوریه. آتیشه؟ ها؟ این آتیشه؟ واه کی تموم میشه؟ نه اصلا نمیخوام تموم میشه. خیلی خفنه. نه نزن بره. نه گوش آتیش شده. کلاس اول شدن مبارک خوشگلم. این باحال بود. یادی میشه. بیا تا برقص مادر. Gamasta. Don't take over bulan. Ne? بیا برقص. رنگاستا. Gamasta. آه کیک داداشی و باحاله دیگه. ولی قوچا که نشه فابیه مال منه. اوی تو مال منی. مامان من بدونم. بری کنار بری کنار. شاور. او مای گاد. همون چیزی. شاور آدم. Banggang nasa. من بعد برگشت مامان میباره قشنگه اون خوراکه دیگه باید نه مامان کیک من امروز روز توه قشنگه من تولدت مبارک تولدت مبارک کلاس اولی شدن مبارک عشق ماما تولدت تو هم مبارک 11 ماهگیت مبارک دوست داری مرسی مامان که اینقدر به فکر ما